چرا نمیبره اوی جان؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ذبیح‌الله یاران هستم، یکی از انجینرهای ولایت سمنگان در بخش تخنیکی. طوری که میبینین تیاری که ساختیم خودم بالاش نشستیم، تمام مردم بسیار به شور جان آمدن که تا تماشای تیاری ما رو ببینن، چون مردم میخواین به خاطر تیاره پرسان کنن که این تیاره میگن که چقدر وزن داره و چقدر داره. تیاره را به مدت 3 سال ما خودم به تنهایی خود انجام دادیم و در پالی ازی که کار تیاره را انجام دادیم 2 دانه موترسایکل 4 تایره بسیار تو شکل کوهنورد جور کردیم. ان شاء الله برو اورم به فرصتای زودتر ان شاء الله خود بدین، شاید خود بدین. و دیگه که تیاری که ساختیم تمام قطعاتش که مربوط خود افغانستان میشه، تیکای آلومینیوم است. دیگه یگانه مشکلاتی که مثلا نبود تیاره است انجین است. دیگه خواستیم که از مقامات بالا یک دانه انجین 0 کیلومتر برای ما از خارج طلب کنن. ان شاء الله با یاری خداوند قسمی که شما میبینید از او بالاتر ان شاء الله تیاره ما پرواز خواهد کرد. ولی این تیاره ما قسمی تیاره آلمانی است، شباهت به اون تیاره داره، اما جزئیاتش تو براتون بگم که تمام امکاناتش از خود افغانستان است. یعنی استیکه آلمونیوم جور شده، قطعه آلمونیوم جور شده. دیگه گفتنی من نمی بود که فقط مردم میخواستن بفهمن که معلومات درباره تیاره ما داشته باشن، فقط همین بود. وزن تیاره چقدر؟ وزن تیاره ما 235 کیلومتر باشه، دارای 2 سرنشین. ان شاء الله با یاری خداوند دیگه معلومات عمومی دربارش پیدا کنیم، شاید هم بتونه 4 نفر انتقال بدیم. و در حقیقت اگه بگیم یک نمونه کار ماست، اگه واقعا ما ابزار کاری داشته باشیم، زمینه کاری داشته باشیم، این فقط کاردستی است که به مردم نشان دادم. اما مطمئن باشین چرخبال میسازیم در افغانستان که یک فامیل بسیار براحتی دتم 100 تا سر افغانستان چکر بده. این خب معلوم است استعداد مردم افغانستان بسیار بالاست نسبت به دیگه کشورها. اما ای که ما و شما پشتیبان نداریم، پول نداریم، یا ای که مثلا زمینی کاری نداریم، همین مشکلی ماست. ان شاء الله دعا میکنیم که ریاست جمهوری ما برقرار باشه، ان شاء الله یک سال خوب و در آینده میخوایم که کارگرای ما را کسی از چشم نندازن. ما خودم استاد 53 شاگرد هستم که شاید 20 تاش به سرپناه باشه. میخوایم کار انجام بدیم که در زمینه جامعه مدنی متوجه باشه که پشتیبانی از شاگردای ما بکنه، پشتیبانی حداقل از خود ما بکنه، حداقل یک زمینی کاری برای شاگردای ما یا مثلا مستریا داده شوند. فقط مستریا اینی که مثلا تحصیل ندارن، بهترین تحصیل مستریا دارن. ما خودم تا صنف 8 مکتب خواندیم اما استعداد بسیار بالاست. فکر میکنم همین استعداد خاص ما شما داریم اما نمیفهمیم که در کجاست. دیگه تشکر میکنم از آمدن شما، بسیار قدمای شما بالا دیده میگیریم. دیگه از مردم سمنگان خود از استقبال بسیار تشکر میکنیم. همین که پشتیبانی خانه اعلام میکنم یگانه افتخار افغانستان ماست. تشکر میکنم از شما بالا.